حاضرین ارجمند، مهمانان گرامی قدر، آموزگاران و دانشجویان عزیز، محفل علمی ادبی بخشیده به 115 سالگی قهرمان تاجیکستان اکادمیک باباجان غفوروف و چورابینی تنتنوی قدرشناسی غالبان آزمون جمهوریوی تاجیکان آینه تاریخی ملت در دانشگاه ملی تاجیکستان آغاز می گردد. ما کی بودن اجداد و گذشتگان خود را باید دانیم، با آنها ارج گذاریم و با نسل آریایی یعنی آریا تبار بودن خود افتخار کنیم. عنعنه‌ها سنه‌های فرهنگی و رسم و آیین‌های ملی خود را پاس داریم. بسیار امان حالا صرفم نمیره. ریشه خود را دانیم، اجداد خود را باید دانیم. از کجا پیدا شدیم؟ کی است؟ بابای ما کی است؟ پدری من کی بود؟ مادری من کی بود؟ در رابطه با این با حکومت مملکت سپارش داده می شود که با مقصد آموزش عمیق تاریخی پر افتخار خلق تاجیک شاه اثر باباجان غفوروف کتاب تاجیکان را از حساب فاند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چاپ کرده تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی از نام رهبر دولت به هر یک عائله کشور تحفه نمایند. تاریخ انسانیت گواه است که خلق تاجیک از زمان قدیم چون مردمی سازنده و بنیادکار معروف است و این عنعنه نیک و باستانی خیش را ادامه داده ایستاده است. کتاب تاجیکان متفکری برجسته قهرمان تاجیکستان باباجان غفوروف نمونه بی‌بهاترین و بی‌زوال تاریخی بوده 10 ساله هاست که ارزش خود را گم نکرده است و عمر آن جاویدان خواهد بود. در آن تاریخ نه تنها خلق تاجیک بلکه بشریت درج گردیده است. مهنت یک عمره باباجان غفوروف در این کتاب واقعاً افشاگر اصل و وجود ملت تاجیک است. از کتاب تاجیکان آهنگ بیداری رسد، جشن ماتمدار دوران گرانباری رسد. حرفها تیرند و خطها نیزه ها، هر صفحه دشت از همین صحرا فقط بانگ وطنداری رسد. می رسد از دور آوازی لواداران به گوش، پر شود از حرف خشمالود صحرای خموش. روی آسایش کجا بیند وطنداری اصیل، پیش رو آید نبردی زندگی بخش کروش. شیهه اسپان و فریاد سواران می رسد، از رهی تاریخ بانگی سربداران می رسد. خاک مثل دود خیزد از پی هر شیر مرد، مثل آن کی بعد باد و برق باران می رسد. گویا آید ز قعر چاه‌ها و غارها، شد هزاران تن غذای مورها و مارها. قدرتش را مرد تنها مانده هم گم می کند، مثل شیر مانده بین گله کفتارها. صلح کشوردار آری نیست از آثار جنگ، گه با پیوندی خودش بر شیشه ناساز است سنگ. ملکداری چیست؟ فکری دوری مردم کردن است،
خویش را در جاده دریافتن گم کردن است. سجده بر خاک مقدس همچو گندم کردن است. پرچمی ناموس بالاتر ز انجم کردن است. سروری مشکل که ها باید سری منبر شوند، جان فدایانی که اول عبرتی لشکر شوند. زور عقل از زور بازو برتری دارد مدام، ننگ ها باید که جوشن عقل ها خنجر شوند. این کتاب از سربلندی ها حکایت می کند، بحر علم قهرمان گشتن کفایت می کند. مردها بر جاده فتح و ظفر سازد روان، بر ره مردانگی زن را هدایت می کند. این کتاب آثار ننگ و جرأت علامه است، گشت اثبات از همه خنجر رساتر خامه است. خودشناسی های ما از این اثر پیدا شود، بحر ملت این اثر به شک شهادت نامه است.